چطوری خوش اومدین به ویدیو اولین ویدیو چنل منه و قراره که امروز با رنگ سفید زندگی کنم. و رنگ سفید 3 چالش داره که صبحونه، خوراکی، از سرگرمی ازش و بعد همه این چالش‌ها رو با هم انجام بدیم. پس بریم سراغ این ویدیو. خب بچه‌ها این از چالش اولم که لباسه. خب بچه‌ها چشیده سفیدمون، شلوار سفیدمون و جلوب سفیدمون و چالش لباسی. بریم سراغ ادامه چالش‌ها. بچه‌ها من کفشم پوشیدم و بریم سراغ بخش خوراکی. باشه الان من میرم سوپرمارکت خرید کنم و بعدش میام خریدام بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها الان اون خوراکی ما رو خریدیم بعد در وسیله پارکینگ دیگه میریم اینا رو میچشم کنیم. خب ما این خوراکی‌ها رو خریدیم و الان این زید فقط یه دونه شیر نصیبم شد و یه دونه کیک. اینا میشوتی میکنم. چیز خوشم نمیاد. حالا ببین با کی چجوری میشه شب بهتر شه. واقعا گرم شد. اونجایی که اومدیم خیلی خلوتم خوب حال میدیم. ساعت 8 صبح شدم من براتون ویدیو میگم. ساعت چند الان؟ ساعت 12:02. بخیر بخوری پاشی بریم؟ بخور دیگه. خیلی بده. شیر کیک بده؟ و چرا گرفتی؟ نمیدونم. باشم خوردی ها؟ حالا با هم خواهم کیکش بدمزه است؟ خب ما اینو بخوریم و بریم سراغ نمیدیم. خودم حالا بذارم از این هم فیلم بگی بذاری تو ویدیوت ها؟ از این که اینم این از آشغالی؟ نه دیگه محتوا زیاد داری. الان بعدی چیه؟ پلن بعدی خوراکیه و بریم که یه سری خوراکی بخریم ما. مگه نخریدی؟ الان دیگه پلن صبحونم الان دیگه میریم تو سراغ پلن بعد. بخش خوراکیمون میدونه لایس تریاری خوراکی رو میدونه میدونه اینا رو تو سطح آشغال اولش انداخته بودی زمین یادته؟ بگفتم برشه واقعا بفهمی هستید اینا رو باشتون رو بکنم هم نگیم هم بخوام ازش تا برسیم به این منتش مزهی ندارم. یا رو براتون آنباکس کنیم بزرگ بخونم چی میشم یکشون رنگو تو هم میخوریم؟ بخورم؟ بخور بخور تو من گفتی نخور ولی الان نه بخور شوخی کردم بخور نه پشت صحنه گفتی نخورم گفتی الکی بهت میدم که تو اینو بگیری بعد نخور بر واقعیت خودم میخوام بخور شوخی کردم اوج پول داریم این خانه سفیده یه هم چیز سفید پیدا کردم خیلی جالبه واسه بهتون نشون بدم چند چیز سفید این من واقعا فقط کابوت اینا رو نفهمیدم اینه که میزنه این کیت از جو در میره اون دایره یا را مثلا مرموز پیش دردی میخوره این هم که الان چیه مثلا
اینم که اصلا سواشه رو باس میدن قتل خود میشن. یعنی که دیگه هیچی دیگه، این اصلا بدتره. خب بچه‌ها اصلا چند تا بارفیکس میخواد براتون بره. برو بابا. برو بالا. یک. برو بالا. برو دیگه. اینم سراغ این وسیله ورزش برای سلامتی. خیلی گرده. آره چی سرزی در میکنم این آره یکی دیگه از وسایل پارک کسی معلوم نیست چرا میگم خب بره قطعه میخوام 100% تضمینی. این ویدیو بیشتر شد تست وسایل پارک نمیشه خیلی. حالا این بخش خوراکی ما هم تموم شد و میریم به سراغ بخش آخر، یعنی سرگرمی. یعنی سیفون سرش مشکلی هست. اینا پیام زرگانی غلطه هم نکن. نکن صحبت نکن برو بالا. بخش پارکور خیلی باحال خفنه به هر کی میره دیگه خیلی سخت هم میشه. من میخوام ورزش کنم. سوسورش هم خیلی داغ بود. از این سوسور میگه از این از صبح تو دردی چرا؟ همش داری زجر میکشی چرا؟ نمیدونم. خب حالا که از بغل مدارس رد میشیم چه نظری داری که بریم مدرسه؟ تو یه ما دیگه بدبخت رو میشه. بعد بریم مشق بنویسی ها. صبح زود بلند شی 7 صبح پاشی صبحونه بخوری. بعد بریم مدرسه. مدرسه هم که حوض کردی. خیلی بده. واسه تابستون دیدم یه عالمه برنامه داشتی. هر سال میگفتم قشنگ توصیه. نه همین امسال هم میگفتی. آره من امسال گفتم قشنگ کلاس زبان میخوای بری، شنا بری، یه عالمه مسافرت بری. هر سالی که مثلا بخوام مدرسه‌ام تموم بشه میگم امسال بگو توصیه‌ام بکته سال پیش هیچ کاری نکردم. آره امسال. یادت اول تابستون چی میگفتی؟ امسال دیگه فرق داره. آخر تابستون شد. همون وزاره تمونه هنوز میبینی؟ کوچه های تنگ و باریک در مسیر بخش سرگرمی. خب چه میرسیم به بخش آخر این ویدیو، یعنی بخش سرگرمی. من برای بخش سرگرمی یه برگه آچار برداشتم و میخوام براتون موشک کاغذی خیلی خفن درست کنم. ببینیم که چجوری موشک کاغذیش. خب بچه‌ها من این موشک هم درست کردم و بریم که تستش کنیم ببینیم موشکمون کار میکنه یا نه. خب بچه‌ها ما بریم این موشک رافائل منطقه معلم رو تست کنیم و بهتون نشون بدیم که چجوری موشکش. خب این اساس موشکمون اصلا مرمیز کجا رفت؟ یه بار دیگه موشک شبیه موشک های ایرانیه میخورن تو خودشون. و یه بار دیگه این بار خوب رفت. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کن و سابسکرایب یادتون نره و اگه چالش دوست داشتید برید توی کامنت که من انجامشون بدم. بعد ویدیو بعد بدرود.